امروز ویدیومون در مورد چیه؟ یه سری سوالای خیلی جنجالی که اگه نتونید جواب بدید یا نخواید جواب بدید بعد نودل تون بخورید. تازه فقط نودل تون نیست، اینه کی چیه؟ دوغ تون. دوغ مثلا دوغه یه ذره قرار داشتیم ببره تندی رو، ولی چون دوغ نعنا فلفلی داشتیم اینم تنده. خب دیگه آقا بدون زیق وقت یه دقیقه وایسا، خیلی نامردیه. شما تندخوری، من تندخور نیستم این وسط. این اصلا خیلی تنده، ما هم نمیتونیم بخوریم. یعنی اگه تندخور حرفه‌ای هم باشید این سس تند نودل کره‌ایه که خیلی تنده. کره. راستی من رامیارم، مهسا بنیامین، بزنید بریم. اوکی. برو بریم. خب اول از کی شروع بشه؟ من شروع میکنم. تو شروع میکنی؟ خیلی مردی. آره. بعد سالترین دوستت کیه؟ رامیان. نه نمیشه، از خودمون سه تا نمیتونید بگید کلا. بعد از کسی بگید که این ما سه تا نیستیم. بعد سالترین دوستم بفرمایید. آره. من چون همه دوستام خوش استایلن. نه جواب نمیدی؟ جدی؟ دوش ندارم. سلامتی همه دوستای خوش استایلن. نوش جونت. بعد اون آبش هم بخوری. ماشاءالله ماشاءالله. نوش جونت. این ذره آبش هم آره. بخور که ببین چقدر خوشمزه است. ببین همین الان دهنم داره تون میشه. خیلی تون. داداشم یا ابوالفضل. من که همه رو جواب میدم. از کدوم یوتیوبر بدت میاد؟ آخرم افتاد گردن خودم. این یه پسره هستش که اسمت بگی. نه اسمشو به خدا نمیدونم. میره تو مینی چت بعد با دختر حرف خیلی فوش میده، خیلی بد دهنه. رضا نمیدونم چیه فکر کنم. آها با سوال اقتصادی میذاره. آره خیلی دیگه آره، بد من از اون دهنه. خیلی یعنی اصلا دیگه بیش از حد فوش میده. من خودم اصلا ببینم جایی اسکیپ. ملل. مرسی که جواب دادی. قربان شما. حالا با دو نفر همزمان بودی یعنی چی؟ افتاد. آقا این نام داداشم شما به من نوشته. بله بله. شما دوباره میخورد. ببین دوست دخترم نبودن. نه دو تا دوست دختر همزمان داشتی داشتی دیگه. یا اونا فکر میکردن که دوست دخترتن به هر حال. حالا تو اگه ممکنه گردن نمیگرفتی اونا ولی آره ممکنه اونا فکر کرده باشن، ولی خب همین فقط فکر کردم. متاسفم. از داشتی دیگه میشه. سوالش انجالی ولی نخوردی. جواب دادم. آره ولی من گفتم همه رو جواب میدم. چی بود این بود کدوم بود؟ نمیدونم. خیلی چی بود بگو سوالتو بگو. نمیدونم. نه عجب آدم چهرانیه. بنیامین اما دیگه باز نمی‌کنم. ان که بدتر. خسیس ترین دوستت کیه؟ خسیس نیست، سزن اقتصادیه. سپه. اقتصادی خوب. بالاخره یزدیه دیگه، خودش هم میدونه. یه ذره رو حساب خرج کنه. ما که ندیدیم، ما فقط دست دراز دیدیم. سپر جون ان شاءالله که هرچ هستی سلام. من که نمیدونم اصلا، ولی در کن. خب شما چیه؟ در مورد درما چقدره؟ ان شاءالله که خوشمزه است. ماشاءالله ماشاءالله. خوشمزه. آخه اصلا قشنگ نیست درآمد و گفتن. خب چرا نوشتی؟ خب ان شاءالله دست شما خودت نوشتی. خوشمزه است؟ آبش خیلی آبشونه. به به. توی لبم میسوزه. من که اینا نمیخورم ولی در کن. خیلی تنده. کدوم خواننده معروفه ولی استعداد نداره؟ ایرانی هم بعد بگی دیگه خواهد. صبح شد. میخوری؟ محسن لرستانی. لرستانی که خوبه. اسمش شنیدم ولی خب. به نظرم ولی استعداد خب تا حالا مچ پارتنر تو با جنس مخالف گرفتی کی بوده؟ نه نگرفتم، کسی نبود. ولی مچ خودت رو گرفتن اینجوری که بوش بیاد. خیلی زشته. من که نبودم بیچاره قبلیا. نکست. مچمو نگرفتن، روک خودم. چه پر روی هستی. بدترین رپر ایرانی وای بگو به نظرم. شاپور. الان گادپوری لایک میکنه. آره بابا خیلی خدای گادپوری زد. مگه نزد؟ اگه زده بگید زده. طرفدار گادپوری طرفدار شاپور کامنت کنید. طرفدار شاپور الان هیتت میکنه. واقعا شاپور طرفدار داره؟ خدای خوب خون. من واقعا داری میگی؟ من اصلا نمیشناختم یارو حقیقتا. دیدی ازت کسی نمیشناخته تا حالا. اینو میخواد بخوره. آخ جون تا حالا از مواد مخدر استفاده کردی آقای رامیان؟ اینقدر من کمتر بخورم دیگه. نه دیگه باشه عین ما داریم آره باشه لبام باز کرد. ولی یکم از این میریم. برو باریکلا. آبشو بنوش. همین آبشو میدیم آقای ساقی. دستامو نگاه کن. دستت میلرزه. داداشم تو
نوش جونم. چطور بود؟ عالی. گوشیشو نگاه همین اینو استفاده کردی تو؟ آره فکر نکن. بسته اون بقیه بازم سوال هست. چی شده؟ اسم حسودترین دوسته. همه اینو افتاد واسه تو. آره جنجالیاش واسه خودت. اوه نمیگی؟ به ازم جواب بده. دوست حسود ندارم. الکی. چرا تو قبل ویدیو به من داشتی میگفتی؟ چی بود اسمش؟ بعدم بهت میگم. مداش؟ نه سه؟ نه نوش جونت. باری کلا بابا داداش. باری کلا بزن ها باری کلا گوش نشه. آره. بنیامین گوش نشه. ولی این آبش خیلی تون بود. دماغ مماغم. موقع پس دادن. اوه. آخرین نفری که بلاک کردی کی بوده؟ کیو بلا کردیم؟ آها ملیکا تهامی. خیلی ازش شدن چرا میاد بلاکش آره کردی؟ به حالا. خاطر اینکه اصلا تو اکسپلور هم نیاد. بابا بخور بعد شامه ها. اوکیه. سال آخر دو تا بازیگر که باهاشون اصلا حال نمیکنه. حقیقتا بازیگرا زیاد نمیشناسن. بخور. خیلی تنده. میخواستی بشناسی؟ من انقدر تا صبح دارم بازیگر که باهاش حال میکنم. خیلی خوشمزه است. تون نیست اصلا. اصلا تونه تو چرا قرمز شده توش لبات؟ لبام اینجوری. آره. قشنگ پروتست کرده. مدرسه گلزار. بابا از الان اونجا میگی؟ نمی‌خوری؟ دقیقا گذاشتم بخوره بعد بگم. بابا این خیلی کمه قشنگ قاشقو پر کن بابا. آفر که یاد بگیری بازیگر ایرانی رو بشناسی. مادر بگی. اوه. خب حالا یه کار دیگه ای که به این دوتا اصلا نگفتم میخوام که ادامه بدیم ویدیو رو و آخرین سوالیه که میخوام که انجام بدید. بفهم. یا بدترین خصوصیت بغل دستیتون رو میگید یا میخورید. بغل دستیم شما بله. یه مجال دوتامو من میتونم یا تو رو بگم یا آره یا تو میتونی بعد من رو بگی رامین بعد من رو بگی یا من میتونم جفتتون رو بگم. هم چیکار کنیم؟ بگو دیگه خصلت بعد من رو بگو. داداش خیلی جرأت میخواد من از هم بخور. نداری آخه. خب پس نودل عزیزم بفهم. اگه اونجوری که به کدومو بگم؟ خجالت بکش. چه خصوصیات بدت. بگو حالا بعد ویدیو کنار می. آره یکی از خصوصیات بدت اینه که مهربون زیاد. بنیامین بخور یا اینکه بگو قشنگ. آها این که تمرکز نداری روی دونه موضوع. نه من الان تمرکز نداشتم رو ویدیو. نه مثلا داری راجع به موضوع حرف میزن. آقا من میپرسی دیگه. داری راجع به موضوع حرف میزنی. بابام هم شاهده ها. بگم بیا ویدیو. راجع به موضوع داریم حرف میزنیم. یادش میره توی موضوع. اجازه بده که نپذیرم. من ADHD دارم و این باعث پرش ذهنم. اخلاق بدم این چیزی نیست که بخوام عوضش ADHD رو میشه کنم. اسپل کنی؟ ADHD. نه معنیشو بگی. نمیدونم ولی دقیق معنی کلمه مخفف چیه رو نمیدونم ولی مثلا پرش ذهنی دارم یه جا بر نمیشم. انرژی خیلی زیادی دارم. مدیتیشن هم میکنم فایده نداره. پس من مال بنیامینو میگم. بفرما. من که اخلاق بدی ندارم ولی در کل تو خیلی شلخته ای. بابا خیلی شلخته اینا. رامی از پشت بنده خدا چه استقبالی کرد. کاش اون چیزی پشت صحنه رو نشون بدیم بهتون. خدا همین چند وقت پیش خودش اینقدر لباس آورد از اتاقش. اینا همه اتاق و عزیزم بوده. اتاق و آدم درشو میبنده کاری به محیط خونه نداره. تو خونه هم ریختا پاش میکنی تو حال تو آشپزخونه صد تا لیوان کثیف اصلا میکنه آدمای یهو. باهوش همینطورن. منم خیلی شلختم. شلختن. باهوش ولی ربطی نداره. ولی باهوش نیستم. خیلی شلختم ولی باهوش نیستم. من بعد دعوای شما یه بگم. میتونی نودل بخوری. تو همین شناخت 7-8 ماهه که داشتی. من اخلاق بابا ببینم نرسون دیگه بذار خودش بگه. بذار فکر میخوام کنم. نودل بخوره. به نظرم به یه سری رو میدی که نباید بدی. خیلی جدی. تو خال داداش. به کی روی داده که نداری؟ ای بابا انقدر امروز که رفتیم مهمونیه دوستای قدیمیش. منتظر بودم بیفته مثلا حسودترین و این چیزا بیفته به من. دقیقاً همونا رو می‌خواستم با اسم بگم. ولی مرسی واقعا قشنگ بود. عشق خدایی چی گفتم. قشنگ بود واقعا. حالا رامیا یه دونه بدی هم بگه. بگو منو تو بگم. بدی تو هم باید بدی بگی. بگوست. آقا ای خاک به سرم. آقا خیلی دوستتون دارم.
مرسی که تا الان ویدیو رو دیدین. مهسا بنیامین مرسی از ویدیو، مرسی از همه چی. نودل نخوردی ناراحتم. هنوز لبام داره میسوزه. من که حرفی دیگه ندارم، شما سخنی حرفی. آدمتون گرم، زنگوله رو به قول خالیتون باشه حتما بزنید. لایک، کامنت، سابسکرایب. توی کامنت هم لطفا بنویسید آیدی بچه‌ها زد یا شاپور. آیدی بچه‌ها تو دیسکریپشن میاد، حتما فالو کنید. دوستتون دارم. بای بای. چاکس. داداش خیلی لبام داره میسوزه.